پادشاه را شنیدم که به کشتن اسیر اشارت کرد. بیچاره در آن حالت ناامیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط خواندند. چون گفتند هر که دست از جان بشوید هرچی در دل دارد بگوید. وقتی ضرورت شد نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چی میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند همی گوید. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس مرا نشاید در حضرت پادشاه جز بر راستی سخن گفتند. این ملک را دشنام داد و ناسزا خواند. ملک از این سخن روی در هم آمد و گفت مرا دروغ وی پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی. چون که گفتند دروغ مصلحت آمیز به زیرست فتنه انگیز.